سلام دوستان، وقتتون بخیر. اومدیم با قسمت دوم از ساخت گردنبند مدل فضانورد. این قسمت پایانی هست و اینکه شاید بالغ بر 40-50 دقیقه فیلمبرداری نتیجه شده این 8-9 دقیقه ویدیویی که شما ملاحظه میکنید. خب ما تو این مرحله یه سری سنباده کاری داریم. اول از همه بعد از اینکه باربرداری رو انجام دادیم ما نیاز داریم که با سنباده شماره 80 خطای اصلی رو از بین ببریم از روی کار. خب من یه سنباده درست کردم که دو طرفش سنباده 80 چسبیده به هم دیگه. اگرم که نیاز هست که آموزش ساخت این سنباده رو یا حالا وسیله دیگه‌ای که خودم درست کردم و مشابهش تو بازار نیست یا مشابه یه ابزاریه که تو بازار داره فروخته میشه و برای کم کردن هزینه ها ما حالا درست میکنیم یا خودم درست کردم، بهم بگید حتما ویدیوشو میذارم براتون. خب ما بعد از سنباده کاری رفتیم سراغ طرحی که میخوایم روی چوب پیاده کنیم، یعنی مرحله دوم باربرداری. خب تو این مرحله ما نیاز داریم که حالا بار کمتری برداریم، از سرمته باریکتر نازکتر استفاده میکنیم تا بتونیم ظرافت بیشتری رو کار پیاده کنیم. خب حالا بخشی از این کار رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم.
بعد از اتمام باربرداری ما مرحله بعدی سنباده کاریمون رو داریم. اینجا معمولا من از سنباده کارکرده 220 استفاده میکنم یا 180. از جفتش میتونید استفاده کنید یا مشابه این، یعنی عددی مشابه این، نزدیک این. بعد از سنباده 180 از سنباده 400 استفاده میکنیم. سنباده 400 آخرین مرحله از اون پروسه‌ای هست که روی مجسمه یا حالا گردنبندمون انجام میدیم. برای رنگکاری من اینجا از جوهر طلایی برند تاوا استفاده کردم که یه خورده رقیقش کردم. باعث میشه یه مقدار جلوه چوب رو بهتر کنه و بعد از اون ما رنگ نهایی رو به مجسمه یا حالا گردنبندمون میزنیم. برای پوشش انتهایی کار از روغن بروماواکس استفاده میکنیم. البته از برندهای دیگه هم میتونید استفاده کنید که باعث ضد آب شدن کار و ضد لک شدن اون میشه و جلوه مناسبی به کار میده. بعد از اینکه یه براش ریزم به کارمون زدیم دیگه کار آماده است. بعد از اینکه خوش شد کار این جلوه رو پیدا میکنه. امیدوارم که ویدیو مفیدی بوده باشه. تا آموزش بعدی و ویدیو بعدی، خدا نگهدار.